من خودم به نظرم عباس از همه بامزه تره. آره با عباس هم کار کردم، دستش خیلی خندیدم. کیارستمی؟ جمشیدی. نه من کیارستمی بود. یعنی 2 تا آدم که وای. چرا فرضتون این بود که عباس جمشیدی خب گفتی عباس بامزه است. خب آقای کیارستمی بامزه است که اون کلیپای پشت صحنه‌شو خیلی ندیدی؟ فلسفیه. شما چی خوندین؟ عمران. خب به فلسفه چه ربطی داره؟ شما میگین من اصلا نه میدونی چیه، من فکر کردم که مثلا اونایی که فیزیک میخونن یا فیزیک هسته‌ای میخونن یهو میرن توی بخشی از متافیزیک. اصلا هم فیزیک یه چیز دیگه است، هم فیزیک هسته‌ای یه چیز دیگه است، متافیزیک کلا یه چیز دیگه است. نه میدونی چرا اینو اصلا گفتم؟ متافیزیک داره میگه قشنگ این اون بره فیزیک. خب اون بره فیزیکه، ولی اونایی که فیزیک میخونن میرن تو اون چیز. نرفته بود استیو جابز؟ نه استیو هاکینگ. اصلا جایی نمیتونست بره بابا. آی خدا. نه به خدا میخوام یه چیزی بگم، تو داری نمیذاری. خب میخوام آبروتون حفظ کنم. خودت نمیذاری. بذار ببین اصلا متافیزیک یه جایی نیست که برن. دارم میگم کسایی که میرن توی خیلی عمیق میشن تو این چیزا میرسن به پوچی. تمام. میرسن به پوچی. آره خوبه واقعا. آره میرسن به پوچی. آره مثل عباس جمشیدی. آره.